مفصل همه این و دیگر موضوعهایی که دوام 7 روز آخر پیگیری نمودیم. دوام سالهای صاحب استقلالی در دایره سیاست درهای باز حکومت جمهوری تاجیکستان همکاری کشور ما با کل دولت‌های جهان گسترش یافت و با شرافت سیاست درهای باز که راهبریت دولت حکومت تاجیکستان پیش گرفته است، موقع کشور ما در دوام سالهای صاحب استقلالی در سیاست بین المللی و حل و فصل مشکلات سیاره مستحکم گردید. با دایره همکاری های خود دولت های بسیار را وارد نمود و با در نظر داشت حفظ منافع ملی توازن مناسبت ها را تامین کرد. او با زیاده از 100 کشور عالم و بیش از 50 سازمان و تشکیلات با نفوذ روابط را در ساحه‌های برای جانب ها مفید به راه مانده گسترش دادیم. روابط کشور ما با دولت های خارجی درون نزدیک فعال و سازنده است و ما همچون کشور صلح دوست و صلح پرور جانبداری آنیم که به ارزش های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی هر قوم و ملت احترام گذاشته شود و در دایره سیاست سازنده همه گونه مکالمه ها به راه مانده شوند. آغاز هفته سپری گردیدن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از سفیران نوی یک قطار دولت‌های خارج اعتمادنامه قبول کردند. بخصوص روز 20 نوامبر سال جاری در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 8 سفیر نو اعتمادنامه قبول کردند. گزارش از خدمات مطبوعات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 20 نوامبر سال 2017 در قصر ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 8 سفیر نو اعتمادنامه قبول نمودند. ضمن مراسم اعتمادنامه سپاری به سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سفیران فوق‌العاده و مختار جمهوری فدراتیوی آلمان نایتخر خیافر ویسینگ، شایگری بلگیا الکسی دکریونبروخ دپیکندائل، رومینیا چزار مانول ارمیانو، جمهوری استونیا هیتی مایمس، کانادا نیکولا بروسو، ایالات متحده مکزیک ژوزه الفونسو زگبه کامارینا، جمهوری ارژانتین ایوان ایوانیشویچ و جمهوری چیلی رودریگو خوسه نیوتو ماتورانا اعتمادنامه‌های خود را با پیام و درود از رهبریت کشورهای خویش تقدیم کردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی همه سفیران را برای آغاز فعالیت دیپلماتی در جمهوری تاجیکستان تبریک نمودند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که دولت تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی خود پیوسته کوشش به خرج می‌دهد که در دایره سیاست درهای باز با تمام کشورهای دور و نزدیک روابط